چی شد؟ مرگ همسرم چه بسا مجازات سنگینی بود در راه این علم. 40 سال ریاضت کشیدم تا بتونم رموز علوم غریبه رو دریابم. حکیم، طب تو بر چه پایه‌ایه؟ در حد نیاز مردم و بضاعت خدا. آقا جان، شما جمشیدو ندیدین؟ سری به سردابه بزنی بد نیست. همه جا رو گشتم، حتی بام نیست. نیست؟ ای بیخرد، اگه به دست شبروان داروغه بیفته چی؟ نگران نباش حکیم، عبدالغفور میدونه کجا پیداش کنه. انصاف نبود مادر، انصاف نبود، رفتنت انصاف نبود. اگه بدونی به سر بچه خیره سر چی آوردم، چه درشتا که نشنیدم، چه شلاقا که نخوندم. گریه نمی کنم. میخوام برگردم به کودکی. میخوام بگم کی بود اون شب تناب لباسو پاره کرد. میخوام تو اون سردو حبسم کنی تا ابد. سلام استاد، شما اینجا؟ آسوده خاطر باش پسرم، میدونم که چی میخوای. خاطرت هست؟ من تو رو به کار شبانه وعده داده بودم. اینک وقت و جای آن فرا رسیده که برای دل پردرد دوایی تدارک ببینم. چی؟ خاموش باش و نگاه کن.
جمشید پسرم، چرا پریشونی؟ کمی بی‌انصافی نبود پدر؟ نگران نباش، خوب میشه. تاب و توان اون چرا که دید نداشت. لازم بود به جونش آتشی بیندازم. جوون مهربون و پاکدلیه. بگم اونم که بهتری. الحمدلله. ها؟ جمشید؟ خوبی؟ خوبم. چقدر وقتی که بیهوش بودم؟ خاصی از شب و نیمی از روز. استاد عبدالغفور و دخترش کجا؟ آی بانو. اونو نمیدونه، اما دخترش در اتاق مجاوره. از چند سپاس گزارشم به جهت ترفندی که در خلاصی تو زد، اما در مجاورتشون دلخوش نیستم. این شوربا رو هم ویس با مهر پخته، برای تب خوبه. اتاق مجاور. التفات کنید، این تلاقی اوقات سعیده. برای امیرزاده هیچ اسباب گشایشی فراهم نیست، مگر آنکه اوقاتی را که مکشوف میکنم در تلاقی 2 کوکب بخت به صحرا بره و خود گره گشای سلامتی و بخت خودش باشه. شنیدی؟ باید به صحرا بریم. اینا که گفتی در همین دارالحکومه یافت نمیشه؟ بیخردی نکن. کلام عبدالغفور برای ما چون منزل مهمه. باید بریم. الباقی ماجرا رو به فرصت خدمتتون میگم. رخصت مرخصی میدین؟ خب عبدالغفور، حال نوگل جوانت چطوره؟ من وامدار لطف شما و تیغ حکیمم. پنجه زرینی داره این مسعود طبیب. دوران نقاهت به سر میکنه که اونم به زودی سپری میشه. به نقاهت مهربان ما هم بیندیش. در کار یافتن وقت سعید قیاس الدین یار منه و چه بسا ماهرتر و دلنگران سعادت مهربان شما. بزرگ عالمی است گرچه جوان. البته یاغی. اون چه قیاس الدین برای من گفته از لطف شما بوده و خاندان شما. خطا جناب حاکم، فرزند جوانی است. چیزی نمیخوای جمشیدم؟ این که میخوام تو نمیتونی خورشید. طلب کن عزیزکم. خواهر جونشو هم بی هیچ حرفی برات میده. جون دلگرمیمه به خدا، دلگرمی، ولی دلم دیگه طلب هیچی نداره. به نظر که خیلی بهتری. باید برام تعریف کنی دیشب چی شد، مو به مو. من شما دوتا رو تنها بذارم روانم آسوده تره. بگو. اولش فکر میکردم هیچی از زمیرم نمید. کی؟ سجزی. بعدش این مرتبه هرچی میخواستم نشونم داد.
هرچی میخواستم عذاب بود دیشه. کاش بودیم اونجا. همه چی میدونه، کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا، ریمیا. چی بگم؟ ممنوعه. شهر مجازش نمیدونه. جواز شهر به محصول نفائل. تیغ دست حکیم با تیغ دست زنگی مست یکیه؟ نه. ها، حالا تیغ دست کیه؟ حکیم یا زنگی مست؟ تشخیصش با کیه؟ لابد تو. این مصیبت رو تو آقا رو چش ترس کرده. ها، چش شما ترسیده، چش شما روشن شده. سبک مغز شدیم و این. شایدم تو. تا کی میخوای به اون رخت خواب بچسبی؟ بلند شو بریم اطراف شهر سیاحت. آخه ما غریبی. جمشید هنوز بیحاله. هوای تازه بهش بخوره حالش جا میاد. اینطور نیست؟ از تو حاضر شما. جمشید دختر بانوی من، آی بانو، بیا آماده شد تا به همراه جمشید به اطراف شهر بریم. کسل شدی گلم، نیازمند تفرجی. ولی گزمه ها سربازای حاکم همه جا هستن. از چی میترسی دخترم؟ تا وقتی جمشید با منه در امان. ولی آی بانو، اگه اونو ببینن میفهمن بیماریش حقه بوده. اونم به لطف تو مرتفعه. ما رو جایی ببر که بیشتر یاد گذشتت میکنی. کوچه به کوچه این شهر برام خاطرات تلخ میگم. تلخی رو از خودت دور کن. بذار این لحظه ها رو به شادی بگذار. کجا منقلبت میکنه؟ کجا؟ این قنات داشت باعث میشد معین جونش بره. تدبیر بچگانه من، سبک مغزی معین، چه بلوایی شد. حالا دیگه شاد باش. چه نیکو آبی داره این قنات. مثل اینکه تو دریای اندیشت غرق شدی. به چی فکر میکنی؟ به طباق 2 ستاره کنار هم، به تاله هم فکر میکردم. تو کار نوشتن زیج فهم تاله خیلی مهمه. البته من اعتقاد چندانی بهش ندارم. میخواستم بگم که اگه ممکنه رو تو بپوش، سربازای دارو بگو. اونجایی؟ بیس بیس میخوام باید حرف بزنم. میای پایین؟ چیزی شده؟
حال غریبی دارم. شاید تو فقط بفهمی. تو تموم این سالها از کودکیمون تا الان بیست تو فقط من فهمیدی. یه رازی تو سینمه، یه رازی تو سینمه جز تو خلوت و به یه محرم نمیتونم بگم. یه زخمه که علاجشو نمیدونم. از فصلش هم عاجزم. من هنوزم تو رو میفهمم بدون اینکه حتی کلامی به زبون بیاری. سنگینی دلتو با ویس قسمت کن. ویس بیا مثل کودکی من کمک کن. شده تو چیزی بخوای و ویس امتناع کنه؟ شرم دارم، خدا شرم دارم. ولی هیچ کس نمیتونه جز تو امینم بشه. ویس میخوام قاصد یه پیغام بشه. قاصد؟ به کی؟ آیبانو؟ از مهرش آتیش به جونم افتاد. هیچی غیر وصلش انگار سردم نمیکنه. 100 بار خواستم راز دلم بگم، ولی هر بار پیش آمد چیزی نشد. هر بار انگار زبونم سنگین میشد. میترسم زبونم از کف بره بیست. کمکم میکنی؟ همه امیدم به تو. کجا میری؟ این بارم به عهد کودکی اجابت میکنم حرفتو. حاکم و با سیاست و ترفندی که میدونستم تهییج کردم به ملاطفت با تو. گرچه بددله اما شدنیه. فقط محتاج صبر و مداراست. کاش میتونستم این محبت شما رو جبران کنم آقا. همیشه وام دارته. ارزش تو برای من بیشتر از این است. راستی من این نسخه های جفت شما رو نگاه میکردم. الان اجازه دارم بگم؟ بگو. این جدول مسدس رو ما طوری میتونیم پر بکنیم که هر دو وجهش اسم موکل بذاریم. با این لحاظ دیگه کلمه ایل هم نیاز نیست که آخر کلام بیاد. درسته؟ یعنی به قدرت خود عدد اسم کامله. به شعور تو شکی ندارم، اما خطات اینه که ای پسره ابله، با منی؟ مگه جز تو ابله دیگه ای هم اینجا هست؟ بیا بیرون. عذر تقصیر. عقلت زایل شده یا حیا رو نمیشناسی؟ دختری که اسمت روشه قاصد عشق عشقت میکنی؟ اگه مادرم زنده بود جرأت یه همچین جسارتی به خودت میدادی؟ ویس و ملعبه دست خودت کردی که چی بی غیرت؟ بذار منم حرف بزنم. چه حرفی؟ اصلا اینطور که تو میگی درست شنیدم؟ این مجادله شما به خاطر منه؟ نه، حرف دیگه ای بود. بی حرف. تو منو چی دیدی که به خودت اجازه این گستاخی رو دادی؟ چه گستاخی؟ لا اله الا الله. هر چی گفتم حرف دلم بود. حرف دل؟
تو ضعیفی. هر کی با تو کلامی رد و بدل میکنه دل میبازی. تحویل بگیر جناب جمشید خان، نوش جونت. چی شده؟ ما از این خونه میریم. من قصد بیادبی نداشتم، شاید انتقال درست اتفاق. خب یه دقیقه صبر کن. استاد خوشی چرا با من اینجور میکنی تو؟ واقعا صبر میکردی صبح. چه خبره؟ صدا تا میدون چه میره؟ باز چه بلواییه؟ صدا تا دیوان میره؟ چی بگم؟ شازده پسرتون زیادی بار زده و مثل چارپا زیر بار مونده. شور عشق دختر جنگیر افتاده به سرش. اونام که نازکتب شال و کلا کردن و رفتن. جاتر و بچه خر. گفتم شری ما رو میگیره. خورشید، حرمت برادرتو نگه دار. جمشید نکنه سجزی چیزی به حاکم مگه و جونش به خطر میفته. چه سخت بلواییه. وقتی ویس و قاصد دلبر جونش کرد سخت نبود؟ این تعصب و همیت والله که تو شهر مثال زدنیه. ویس رو؟ ای بیخرد، گفتم فرزانه شدی و جانب ادب و حیا نگه میداری. فهمت ثقیل شده یا عقلت هنوز در زندان دارالحکومه ببنده؟ جمشید و گناهی نیست. این کارو من به خواست خودم کردم، بی خبر و اختیار اون حتی روحش هم خبر نداره. یا به نگو ویس، محاله که تو این کنی. جمشید ببون، بذار بره. خب که اومدی. میخواستم سواری پیت بفرستم که مبادا خیال فرار به سرت زده باشی. من تخت بند جناب علامه یه عرضی داشتم اگه قابل بدونین. جناب حاکم رخصت میدن. با این جوان خوشفکر لختی خلوت کنیم برای مباحثات علمی. عذر تقصیر آقا، من نمیخواستم شما. مرام مردم شماست که جفا پاداش نیکی میدن. بعد ترفند زدم و جون دخترمو به خطر انداختم تا اسباب فرجت فراهم بشه. کم سرشار از لمحات ریمیا و سیمیات کردن، مکش از دقایق جفر گفتن. این بی آبرویی پاداش ما بود. فرصت بدید یک کلام بگم ملالتون ازم کم بشه. آخه جوان، اگه مهرت به دلم ننشسته بود که الان تو چنگال شغالای داروغه بودی. لطف شما سرمه چشمام، به خدا بنده همه محبتاتون. دستم بسته، سرم به زانومه. یه عرضی داشتم، یه حاجتی. پدر شما اینجا رنگ به رنگ نشو.
دل آیبانو از جور تو زخمی شده و شکسته. من اومدم رازمو بگم. راز سربسته ای تو رو با دف و نی به آواز میخونم. تشت عاشقی پر صدا افتاد و شکست. مهر دخترتون شده ناهید دلم آقا. محبت رو در حقم تموم میکنه. منو کنارش ببینید آقا. وجودم تا به این حرارت رو نداشت. صبوریم از کف رفت. تو رو مثل پسرم دوست داشتم. البته آیبانو در این باره باید خودش فکر کنه. اجازه بدید من خودم ازش تمنا کنم. اونم به وقتش. قدم اول آرامش دل عبدالغفوره. چطوری؟ عجله نکن، زمان محک میرسه. به گوش باش تا خبرت کنه.